اما بالاخره با شفاعت و میانجیگری سفیر انگلستان، درویش خان از زیر چتر یا از زیر یوغ شعاع السلطنه میاد بیرون و به صورت یک هنرمند مستقل ادامه کار میده. البته در همون زمان هم ظاهراً به شهرتی رسیده بوده، به خاطر همین شاگردان و هنرجویان زیادی هم داشته و میتوانسته به طور مستقل هم زندگی بسامانی داشته باشه. بشه به وصلت جانا دیوانه شده، بشه به وصلت